چت جی پی تی میشه آتیش روشن کرد؟ کبریت نمیزنیم، جرقه نداریم، ولی قراره آتیش بگیریم. این قسمت میخوایم آتیش نامری براتون درست کنیم. مگر اینکه با خود مجازی گوشی درست کنیم. تو گوشی با آتیش بزنم. با فتوشاپ آتیش روشن کنیم. پس همراه ما باشید. آزمایش‌های ناعلمی قسمت 2. ناعلمی. آره. قسمت 2. آره یکی چه گذاشتیم قبلا. یک سری مواد آوردم، شاید باورت نشه. پتاسیم پرمنگنات. از پارک گرفتی مواد آوردن سر پارکی. این پتاسیم پرمنگنات. من میگم پرمنگنات. یه نون اضافه داره، نمیتونم بگم، سختم. این پتاسیم یه نون اضافه داره. پرمنگناته. نه این همونه. یه ماده بنفشه، خب ماده شیمیاییه. حالا یه چیزی بهت بگم، پرات میریزه. برای ضد عفونی استفاده میشه. شستشوی میوه و سبزیجات. ویژیتریان ویژیتریان بودیه. ایشالله که همون بود. داداش ما گوش میخوریم. یارو چی بود میگفت ما لورا دستی گوش بخوریم. ببین یه ماده بنفشه. بابا نکن، کاش ماسک بیاریم. میره تو این ریمیه. چه خوش رنگه حاجی. بگی تو دوربین بچه‌ها ببینن. چیکار میکنه؟ برای چی استفاده می‌کنه؟ من کولر رو بعد خاموش کنیم چون قراره اینجا یه اتفاقاتی بیفته. من نمیدونم. ماده بعدی که تهیه شده برای شما گلیسرینه. ناموسا سرطانی نکنه. نه بابا. شما شاهد باشید تو بیمارستان هم تقصیر آقا چیه اینا؟ گلیسرینه. گلیسرین قبلا آوردی؟ گلیسرین نه، گلیسرین تو چیز هم هست، مایع دستشویی هم هست، ولی فرق داره. راست میگه، زده گلیسرین. این مایع این شیمیاییشه. میگم کار خطرناکی انجام زده میگه چی؟ زده میگه ماسک بزنید، نمیدونم ماسک بپوشید فلان کنید. برای تهرانی‌ها کفش ایمنی هم زده. اون برای تهرانی‌هاست، بیار بابا. ببین اینجوری درشو باز می‌کنی. میخوام براتون ماسک هم داری؟ آتش نکن نو شیلدی چیزی. برو یه دونه برای خودت بیار. اینک توسمه کجا؟ بده من اونو. بچه‌ها ایمنی نباید میزنی ایمنی لفت گروپ. فقط باید حضورشو ما حس کنیم. آقا یه مقدار ما ماده شیمیایی نریز رو میزت. خب چرا دوست؟ ما میخوام بریزم رو میز. شلمل داری؟ بشل داری؟ نه بشل این نیست. قشنگ پرملات براتون میریزم که واه چه خوش رنگه. خیلی بنفش خوشگلیه. بنفش یه سید برو اونور که این میکروفونا رو آتیش نگیره فقط. یا بچو هرچی میریم جلوتر این آزمایش دارک‌تر میشه. قبل از که ویدیو رو شروع کنم بهش گفتم بابا اینا شیمیایی نکنین فلان. الان چیکار 15 تا 20 ثانیه فرصت داری فرار کنیم. نه جدی میخوای چیکار کنی؟ اصلا توضیح نکردی. گلیسرینو خب با این پتاسیم که قاطی کنی یه ماده گرم‌آزادیه. الان علی صدرایی جای علی صدرایی هپنزا رو شما فالو کن. علی صدرایی اگه عزیزم برای چی داره آموزش میدی؟ خب اینا آزمایش‌های غیر علمی. چت جی پی تی؟ آره دیگه آزمایش‌های غیر علمی با چت جی پی تی. بچه‌ها من اینو میذارم عقب‌تر میرم. آتیش چی میخواد؟ منم مثل تو شاید چت جی پی تی دروغ گفته. حالا چت جی پی تی میگه بتوش. ببین گلیسرینه. آره اینو بذار کنار. ببرشون بر. نکن بعد دقت می‌کنی؟ از اسید تا آزمایش‌های غیر علمی 1 سال در دوئل با ما بودید. تولد 1 سالگی دوئل و ویدیوهای بعد. این الان نیست. نزنم. چی برنامه خفن دارم. این چیه؟ گلیسرین. بابا نپوکه ناموسن. نه بابا. سید بعید میدونم این آتیش بگیره. با چی آتیشی بهت گفته؟ با 15 تا 20 ثانیه وای. نه بابا. من خب بعید. من خود چون. اصلا عینک بیار ماشی. با خوبی. یه دوسو هم بیار. چرا هیچ واکنشی نشون نداد؟ من بیشتر بریزم. خدا که دروغ. چرنوبیل که ترکونده بودن یه همچه قیافه‌ای داشتن میرفتن. امور دست رو نجات دادم. حاجی چه چیز باحالی بود. سید کولر رو برعکس می‌کردیم اما من می‌کشید. چرا خوشگله؟ ولی عینک اینا میخواد علی. میخره. نه ما که این بریم بابا. ما نگاه کنم. برو نزدیک عینک بریم من خود. قشنگه. قشنگ بود حاجی نه؟ قشنگه.
لامپو نسوزونه. نه بابا. چقدر طول کشید؟ همش زدی؟ یه ذره همش زدم. 15 تا 20 ثانیه. خب دوربینو بیار. گرفته اصلا؟ آره بابا. ببین چی شد؟ یه دونه ماده اینجوری تشکیل داد. دیدی؟ آره. یه دونه دیگه درست کنم. یه دونه دیگه درست کنم ترسم ریخت. آقا میترسیدم. من یه ذره دیگه قاطی کنم. دوباره پتاسیم میریزم براتون. میخوای زیادتر بریزم این سری؟ علی یه کاری کن، خطی بریز. یعنی چی؟ اینا رو به صورت خط بریز. دیدی اینجوری دراگو میریزن. با نمی‌کشن. مرسی که بلدی. اوه! چرا آشنا قیافم؟ خوبه؟ ال میریزی؟ چی بریزم؟ 2 ال بریز. 2 تا ال بزن. نه نمیشه. بدون بعد رو همون بریزم. نه قشنگ خط بچین یه چیزی طرحی باش در بیار که بره از یه طرف می‌بینی؟ نه مربعش نه نرسونش من. سید با کارت بانکی من بلوه میخوام ازش وام بگیرم. خب الان باید اون گلیسرین رو کلش بریزی؟ بله. داداش با کارت تو خود نگاه نمی‌کنن وقتی می‌خوام وام بهت بدن. حسابتو نگاه می‌کنن. خیابه رو نگاه کن. بابا ناموسن حاجی. من بعد میگم من میخوام تو بقیه ویدیوهاتم بتونم بیام. گلیسرینو بده. این گفتی تو دستشویی دستامونو میتونیم باش بشوریم؟ نه. بریزم. وایسا. خوبه دیگه. طرح داد. اینجا آخه نرسیده به هم. حال کردی؟ برو. بزد. الان رو کلش خوب نریختی. همش هم باید بزنی؟ تو باید هم میزدی بعد میریختی. بیشوشتی بده من. اینجا فقط رو دستت نریزه. حاجی بودو کولر خاموش کن. بودو. بعید میدونم اونجوری بگیره. 15 تا 20 ثانیه بعد بیا شروع کرد. بیا اینور دیگه بسته. خب نخور خشکه. کم ریختی. دیگه دیره. برو بابا. دودش ببین بنفشوره. گرفت. خطی. چه چیز باحالیه. حالا بذار نوک پیشوشتم. نه نمیگیره. اینا اولا خودشون جداگونه. بذار همش بزنم. نه الان داره یه جوری میشه. خوبه آفرین خوشم اومد. احسن. چت جی پی تی هم ولی اتفاقای باحالی افتاد تو این چنلت. چرا؟ تو این چنلت. چرا؟ باحاله کارهای جالب. من خودم از این چیزا سرچ نمی‌کنم، اصلا میاریم اینجا می‌بینیم حال می‌کنم. باحاله. چیزای دیگه آتیش رنگی هم ساختیم. این تازه داره شروع می‌کنه. نگاه از این ور داره شروع می‌کنه. چه اتفاق واکنش شیمیایی بزن روش. بذار روش بیا. بذار کنارش آتیش میگیره. آتیش نه اوه. سید میکروفون. اینا دیگه آتیش نگرفتن. اینا خوب حل گرفت. همش میگیره. وایسا. گرفت. چه گندی زدیم تو میز. چه واکنش ایجاد میشه؟ همینو برات من سوال. ببین گرمازای دیگه این با اون قاطی میشه شروع میکنه به سوختن. چرا اینا که بیشتر آتیش نمیگیره؟ واه. ولی ولی چه چیزایی ازش میره دیدی؟ آره باحاله. صداش هم جالبه. یه ذره بده من نفس بکشم. با ماسک من اصلا بو چیز میده. بو شیمیایی زمان جنگ رو میده. کلا میذاشتی. از این شیلدا بخر. شیلدات بخرم. بخر تجهیزات کامل وای زشته. خب بذار. من دیگه شوخی نمی‌کنم با سلامتیم به قرآن. اون چیزا رو سدیم رو ریختیم تو نفته بود چی بود ریختیم تو چی آتیش گرفت. آره اونم باحال بود. من حدود 3-4 ماه سینم خسخس می‌کرد. واسه کلا 2 ماه پیش اونو گرفت. 2 ماه سینم خسخس می‌کرد. 2 ماه پیش نبود بابا. سید اینو نشون بده تو ویدیو خیلی چیز باحالی شد. یه همچین چیزیه نگاه یه همچین سطحیه که داره دود میکنه و خشکه. خیلی باحاله. نگاه شکسته اینجوری شد. ببین میزنه. آزمایش بعدی. خیلی باحال بود. بریم برای آزمایش بعدی. این آزمایش ساخت یخ داغه به صورت خیلی سنتی. 2 روش داره. سنتی مثلا قدیم باستان. آره. یخ داغ درست کرد. به خدا که الان به خدا اون بطریه که من خوردم توش سرکه بود اونو بده. یه بطری رو برشه، بطری سرکه رو برشه. یک بطری سرکه سفید شما نیاز داری که میری میخری. مادر عروس. مقدار زیادی جوش شیرین نیاز داری. یک ظرف بشل نیاز داری. اشل و بشلن اینا. و پیکنیک
اینو قرض کردیم از این بنده خدایی. چی من گرفته دیگه پیکنیکر خب میشناسم. پیکنیک اینجا بود من میشستم روش. نکن له شده. نسوخ؟ چیز نه اون سوخت ولی من بابا حرارت. بچه من لاغر شدم آره البته خب من خودم ریزی مقدار زیادی سرکه می‌ریزی. به این روش سنتیش ها صنعتیش هم آوردیم. این خیلی چیز باحالیه. من پر سرکه میکنم خب بس. خودش میگه و خودشم میگه خب بس. کارآموز امروزمون آقای بنیامینه. باز من کار انجام نمیدم. ولی نه میگه بس بریز بس. یه مدت چقدر به رانندگی گیر میدادم. سر ما دیگه این از یه شهر دیگه میاد تو شهر من. به من میگفت سرعتگیرا کجا؟ بلد بودم. قاشق با دست. نه داریم این چیز بابا. قاشقات کو ما اینجا مهمون اومد مهمون اومد اینجا برامون بعد مهمون که نبود بچه‌ها بودن تمیک اومدن تست درست کنن. قاشقی نبود ما بدیم اینا غذا بخورن. نبود اصلا قاشقات نبود دنبالشون گشتم. نمیدونم چیکارشون کردی. بیا با این میندازیم اینا چیز شدن. بیا با این انبوره میندازیم. بچه‌ها دو تا لیوان استیل از مادر بزرگم 5 ماه دنبال اینا. هنوز پیداشون نکرده. ببین گفت جوش شیرین انقدر میریزی یه چی بیار همش بزن. بیا اون پیچوشتیه. اوه اینو باید یواش بریزی. من حواسم نبود این. بالای 10 طبقه ممنوعه. این فضا وقتی پیکنیک میاد زیر 10 طبقه ممنوعه ببخشید. باید بساز باید ساخت و پخت و پز say my name. say my fucking name. داره میجوشه. نوشابه. اینو بذار اینجا. تو مگه قرار نبود انگلیسی صحبت نکنی؟ نه من مگه صدراییم. تو الان گفتی say my name که بابا اون دیالوگ چیزه. ببین من اینو قشنگ به این اضافه راست من یه چالشو من گذاشتم آره خودم یادم رفت. اون مردی با فوت چیز مقابله آزمایش برای یک سال اینو می‌خواستم بهتون بگم. برای یک سالگی دوئل یه برنامه خیلی خفن دارم با حضور تمام کسایی که تو این یک سال اومدن تو دوئل رفتن. همه رو می‌خوام با هم بیارم. همه که نه یکی دو تاشون شاید نتونم بیام نمیدونم. سید ما دوربینم بذاریم در اصول نه کسی نیست که منم تویی صدرایی رضا شوکتیه پیمان صابرم هستم صابره. حالا بگو میخوام چیکار کنم. ویدیوش در هفته‌های آینده میاد. تو که میدونی میخوام چیکار کنم. نگفتی بابا یه رو پیش بهت گفتم. نگفتی تخته رو گفتم کجا انداختی. هم بزنم همش بزن بستشه پیوشتی کردن تو بستشه. نه گفتم بستشه. یخ چی گفتی؟ یخ داغ سنتی. واقعا سنتیه با این پیکنیک. این باد یه بس نامو کشید چی گفت؟ بابا این خود این ته شیمیایی بود رنگ روش بود. اشکال نداره بده. سید همه چیزو با هم قاطی کردیم ما. حل شد رفت. نه حل نشده ببین. خب باید چیکارش کنی؟ بعد حرارت بخوره. برعکس گذاشتی. بعد حرارت بخوره نه ترک شیشه تو صورتم. عینک تو بزن. عینکم چیکار کردی؟ تو بردی. چی میشه خب داری آب چیز درست آب جوش گریسیلی درست می‌کنی. ببینیم بعد حرارت بخوره خب. خاموش نشد؟ نه داره حرارت میده. بعد چی بشه؟ حرارت که خورد میذاریم خنک شه. حرارت شبیه میاره افشین فدا افتاد دیدی شما یارو افشینو؟ چرا؟ بهتره که بابا نکن. یخه. داغه؟ نه بعد داغ‌تر. می‌بینی داره حل میشه؟ داغ بشه که بعد چیکار کنی؟ داغ میشه بعد میذاریم خنک میشه. خب؟ یعنی چی داغ میذاری خنک میشه؟ خب همین خنک بود. نه بعد بجوشه، بعد بوجوشه تو حل شه دیگه. بعد بوجوشه. بعد یه ماده اینو داشتم بهت میگفتم. این که داغ میشه این حل شدن این سنتیشه. خب این که داغ شد اسمم بعد همون پرسه. نه این آزمایش‌های نایلمی دوست داشتم خودم. این که داغ شد میذاری خنک میشه. فقط کافیه مثلا سر همون 4 سوره بکنی توش. شروع می‌کنی یخ چیز میشه. پراد میریزه. برو بابا. یخ چی یعنی شکل یخ میشه. آره بلور میگیره میره. داغ بعد گرمازای گرما تولید میکنه. بابا بیخیا. همینجوری خودش به خودش. آره دیگه. وای که میخوریمش تو دلمون اینجوری نمیشه. نه تو خود جوش شیرینو با سرکه که خوردی. سرکه ریخت فکر کنم آب ریختی. بابا من اون موقع فکر کنم آب ریخته. سرکه. خب من الان دست بکنم توش که این بلور میزنه. بعد داغ شه. میخوای تو انبار قفلی آوردی که بذاری کنار؟ سر بس دنباری که هست دیگه. بسش نیست به نظر دماسنج داری تو. راست میگه. از 66% نصفی از مغزش استفاده نمیکنه. داری اتفاقایی توش میفته. یه سری جرقه‌ها زد. جدی میگم. در سطحش یه سری جرقه‌ها زد. نه بابا. به خدا. شیشه داره میترکه. نه بابا سوراخ میشه میریزه. شیشه نمیتره که آزمایشگاهیه بابا. میتره ایرانیه دیگه بابا. چه ربط چرا فوش میدی؟ نه فوش نمیدم. آخه این بعد یه دونه مخصوص دارن اینا. پشتش نوشته اما ایرانی پشتش نوشته آقا مخصوص حرارت. این ننوشته بود؟ اصلا نزده بود. سرمازاه. دما 28 و 9 جفتش. بابا بذار تو اونجا ناموسن. این تو با چندو میگیره؟ ناموسنجت بیخود از اون لیزریا بگیر. از تفنگیا بگیر. تفنگیا اونا هم میخرم. ببینم. بس علی دیگه این داغ شده. سیمشو میسوزونی. این که حرارت چیزه. خاموش کنم؟ خاموش کن بسه. یعنی داره به خاطر این میجوشه؟ آره دیگه این حباب گازشه. گازش داره میره. گازشه یعنی چی گازشه؟ نوشابه دیدی گاز داره؟ دارو شب خوردی؟ آره.
دیدی؟ اونو بده. اینو میذاریم کنار تا خنک شه. اصلا بعید میدونم این آب داغ شده باشه. ببینید سنتیش بود. اینو باید بذاریم خنک شه الان. خوب؟ حالا علمیش هم میخوام. علمیش هم میخوام براتون. سدیم اسیتات، یک ماده شیمیایی. خدافظ. چرا؟ حرام. حاجی اینا چند خریدی اینا رو؟ اینا نمیدونم همینجوری کارت البته کلا حاجی پر 1 کیلوییه. اینا چی نداشت خب بازه بهم باز پره حاجی حلال خوری ریختن. من ندیده بودم شرکتی تا درش بود. آب مقطر رو بده. آب مقطره بریزیم تو رادیات. حالا این خوبه برام کن. برش اینو نزدیک تا بریزم توش. نزدیک. بیارش بالا. مقداری آب اونو دست بزن بذار خنک شه. خنک اصلا شیشهش نه داره خنک میشه داغ. آب مقطر و سدیم اسیتات. این با اون کاملا فرق می‌کرد. آره دیدی اصلا پود خب جوش شیرین بود دیگه. خود دل حسره. این خود دل حسره. خب بذار همش بزنم تا این قشنگ. با این پیجوشی ها مثلا واقعا یعنی قشنگ پیدا که توی گاراژ مکانیکی داری می‌کنی. بله. پیجوشی برده است قفلی. بعد همینجوری باشه دیگه. چه پسرونه است اینجا. خدا. ببین یه سریاش حل نمیشه خب. انداختم به چند خریدی؟ چرا؟ حل نمیشه. نه دیگه بقیه‌اش باید حرارت بخوره. یه کیک درست کنیم توی ویدیو. کیک زرد. کیک چی؟ کیک زرد هم میشه. علی صدرایی رو بیاریم اینجا میتونه غنی سازی هم کنه. آمریکا باید بیاد اینجا رو میگرده. یومینی ترامپ عکس تو رو گذاشته با علی صدرایی. Two people on the city of اصفهان. هم فارسی صحبت کنیم. فارسی هم بزرگ صحبت می‌کنیم. فارسی بنویس. تو انگلیسی بنویس. خب ما بعد دوباره پیکنیک رو روشن کنیم بریم گاز. اسمم هم کم ریختیم توش. آره اومد بالا. چرا سبکه؟ اینا نسبتش چی بوده؟ تو چت جی پی تی چی بهت گفته؟ چی نریخته گفته بود انقدر بریزین تا محلول اشباشه. اشباع میشه چجوری اشباع میشه؟ دیگه حل نمیشه. آقا دوستانی که چیز هست ما صرفا میخوام ببینیم چت جی پی تی راست میگه یا نه. چت جی پی تی راست میگه. نه یه دونه من خوندم دکتره نوشته بود گفت یارو زده تو چت جی پی تی نمیدونم به مادرش قرص فلانو داده حال مادرش بد شد. آقا هر چیزی هم نباید شما چیز کنید. ما میخوام اینو بهتون برسونیم. در مورد سناریو نویسی و ویدیو یوتیوب از چت جی پی تی پرسیدم برای یه بچه دبستانی داشت مینوشت. خیلی ساده خیلی ساده مینویسه. نه ساده نه اصلا چیز خوبی. حاجی بوهایی نمیاد؟ نه بوهایی این نکنه این بو میده که من گذاشتم. دین ماشین فقط سماست. خب این خنک شد؟ نه هنوز دما داره. اینو ما بذاری چیز؟ تو کولر. آب بریز توی اون چیزای مال مادر بزرگت؟ آب نداری؟ همون چیزا رو بریز. آب مقطر؟ هم بریزم تو شیشه چون ماشینم بابا. میریزی بابا میخواد بذاریمش توش خنک بشه همین. بذار یه دقیقه ببینم چی میشه. زیادش کن. اینا ما حرارت بدی؟ آره. چرا دوستش ما حرارت بدی؟ حرارت میدی که این قشنگ معلوم. بده. آب مقطر بریز توش. هم خنکش کنم بابا. خالی کن تو اون چیزه. این چیه؟ میخوای بگیرمش یه دقیقه جلو کولر؟ بیا. نه دستم این ضربه بخوره میره. نه این بعد توش چیزی بخوره بابا. خب بیا. نه با کولر که خاموشه بیا. بیا یه دقیقه بالا خنک. نمیدونم که چرا نمیدونم چقدر این آزمایشو درست انجام دادیم ولی میخوام انجام بدم. میخوام با سر این اسیر این خون زوم کن میخوام ببینم این داره خاموش میشه. زومش کن. خب میخوام ببینم اینجا الان اصلا این اتفاق نمیفته. ببین اینجا رو ببین. وایس ببینم. وای چه کریستاله. وای اصلا با این چرا میکنی؟ بیا هم اصلا ببینم گرما میده چقدر میشه. ما وایسادیم یه ساعت جلو کولر این خنکش کردیم. گفتی یه پیش گوشتی میزنی میگه نه نگهدار بعد نگهداری دور این چیز میشه. ها دور این نشد. آزمایش‌های سنتی تو بذارم اونجا سنتی بذار تو گذشته بمونه. تو گذشته بمونه. ولی این چی به نظرت میشه؟ اینو خنک کنیم مثلا داغ خیلی این 100 درجه رسوندش. بذارش این دما سنج تا این به چو خنک شد. خنکش کنی داغش کردی؟ سدیم اسیتاتو با آب مقطر قاطی کردیم. دوربینو بیار بالا. خدا این کار کنه. این اگه کار نکنه دیگه ببین ما آزمایش‌های ناعلمیه. بعد بریم تو محیط آزمایشگاهی انجام. اون وقتی که اوستا بهت میگه چی سنگو بذار روش. بزن ببینم انگشتتو بخوای بکنی. میترسم. بذار اول اینو بکنم اگه شد. ترسم که مگه ما دو تا آبو برداشت قاطی کردیم. تو دادی چی بشه؟ ناموسن اون فیلمی که تو دیدی که مجاب بشی همچی کاری بکنی ها. باید نگه داری فکر کنم.
نگرد ببینیم چی میشه. منظورت از یخ سرد این بود؟ یخ گرم گفتی چی؟ آتیش سرد به قرآن بابا گذاشته بود آجی، الان ببین میشه. دنبال کی هستی؟ انگشتم داره قطع میشه. چرا تو چی نشد برای تو؟ چرا؟ داره استر میشه انگشتم بیشتر. اسم اول چت جی پی تی چی؟ چت جی پی تی رو دیلیتش کنم. لوگوت کن. نه آخه من چند تا خوندم هی میگفتن چت جی پی تی اینو گفته. می‌خواستم تست کنم اینا میشه یا نه. شاید بشه، شرط آزمایشگاهی داره داغ میشه دستت. من که داره خنک‌تر هم میشه. نگرد ببینیم چی میشه. اون انگشت کلفتر شده. اون انگشت تو بذاری نه. دستای من وقتی تو آب دست علی صدراییه. صدرایی بنده خدا هر چی ویو میگیره این صدرایی کفش داره داستانایی میشه. بابا نیست بریم حاجی نیست. چه اینجوری شد؟ اینجوری شد که بابا من انگشتم یه جوری شد. آقا من از شما عذرخواهی میکنم. نه واقعا من از شما عذرخواهی میکنم. من کلی کلیپ دیدم توی این اینستاگرام به این انجام میشه خب ولی نه با اینا. حالا من باز حال نداشتم. نصف این کلیپایی که میبینید اصلا داستان پشت پردهشون فرق داره. آره ما اومدیم فقط صرفا واقعا نمیخواستیم وقتتون رو بگیریم. نصف این کلیپایی که میبینی مخصوصا اون فنیاشو که ما بلدیم میفهمیم که اینا چرت و پرته. حالا یه سریاشو ما نمیدونیم باید تست کنیم. دوباره اومده بودن یه موتوری ساخته بودن برق تولید میکنه بدون استفاده. هنوز من تماس دارم اون موتوره بود که میچرخید میگفت که من میخوام بیام سرمایه گذاری کنم تو اونو در اندازه بزرگ بساز من میخوام نیروگاه اتمی باش بزنم. کار نمیکنه. کار میکرد خود تا حالا زده بودیم برقمون قطع نشه. دو ساعت اگه کار میکرد من هنوز ویدیو نمیذاشتم مثلا برق میفروختم. بنیامین 250 وات خدمت شما. پلاستیک بده بهم. مشکی بذار همسایه‌ها نبینن. نریزه مشکی بذار همسایه‌ها نبینن. لعنت. آقا ما چیکارش می‌کنی؟ پلاستیک رو ول می‌کنی کف خونه لامپا روشن می‌گی. نه پلاستیک رو می‌بری دم پریز می‌ترکونی. میره تو سیمکه چی؟ ما واقعا از شما عذرخواهی می‌کنم. واقعا دارم میگم. من اصلا نه من می‌خواستم ندامت می‌کنی. من می‌خواستم نشونتون بدم که نمیشه. یه سری شرایط خاص آزمایشگاهی داره ایشون. تو نخواستی نشون بدی. این به ما نشون داد که نمیشه. دوستتون داریم شدید. به مدت مدید منتظر پارتای بعدی باشین. آزمایش‌های ناعلمی بود واقعا. خداحافظ. بریم. اولی سکینه جنس آوردم دستای عروس. اینه یکم اینوری کن چون که صدای تو جیغ بود. داداشم علی بودوزه. من بهش میگم میکروفوناش به درد نمیخوره. خیلی هم خوبه. پشملیه. پشملی هن اینا پشملی هن. پشمات. این دوتا رو اگه نه سری بذار اول اینو بگم بیا تو قابم از زیر پای من لاستیکه. خب میبینی اینو یارو میپرید بالا پایین. خیلی بیادبی. خیلی بیادبی.